یکی از مهمترین مسائلی که در تریدینگ باید یاد بگیرید مدیریت سرمایه است. باید به این موضوع بسیار توجه بکنید و در این ویدیو قرار اصول این مدیریت ریسک و سرمایه رو در بازار فارکس به شما آموزش بدیم. پس با ما همراه باشید. مثل همیشه ساده، مختصر و مفید. اصل اول در مدیریت سرمایه تعیین میزان ریسک شماست. اینکه حد اکثر در هر ترید چقدر میخواید ریسک بکنید. 1%، 2%، نیم درصد. ولی پیشنهاد اینه که این عدد هیچ وقت بالای 2% نره. خیلی ها هستن 1%، یه سری ها هستن 2% و خیلی ها هستن که مثلا با 25% ممکنه روی هر ترید ریسک بکنن. یه استراتژی هم هست که میگه مثلا با عدد کم شروع بکنید، یواش یواش وقتی وین ریتتون بهتر شد این عدد ریسک رو بالاتر ببرید، اما هیچ وقت بالای 2% نرید. خیلی ساده است ولی رعایتش در دل بازار لایف کمی ممکنه سخت باشه، اما شما باید اینو رعایت بکنید. مورد دوم، استفاده از حد ضرر و استاپ لاسه. استاپ لاس به شما کمک میکنه که بفهمید از یک حدی بیشتر ضرر نمی کنید و خب این خیلی خوبه. یعنی شما میدونی آقا ته تهش اگر این ترید رو باختم انقدر ضرر میکنم و اون انقدرم 1% یا 2% اکانتمه و این باعث میشه که شما بتونید بیشتر در بازار زنده بمونید. مورد سوم موضوع تنوع بخشیه. یه جورای همون تخم مرغاتو توی سبد نچینه. یعنی چی؟ یعنی اگر حالا اسکلپری که نه، ولی اگر شما دارید ترید هایی میکنید که چند روز یا چند هفته یا حتی چند ماه بازه، بهتر تمام حالا سرمایه‌تون رو روی یه چیز نذارید. تنوع داشته باشید، جفت ارز، فلزات، کریپتو، هر چی که باش راحتید، ولی یه جوری باشه که پخش بشه که اگر یک مورد خیلی ضرر داد کل سرمایه‌تون به باد نره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو حمایت بکنید و این ویدیوها و این مطالب در سایت افیکس بروکر ایران هم موجوده و اونجا هم میتونید دسته‌بندی شده هم به متنش هم به خود ویدیو دسترسی داشته باشید. شاد و پیروز باشید.